تخت بودم، موبایلم روی زمین بود با فاصله. خانواده‌م هم اتاق بغلی خوابیده بود. من خواب بودم چون موقع نماز بود، من داشتم بیدار می شدم. همه اتاقم فرو ریخت، آوار فراوانی هم روی من فرو ریخت و من 3 ساعت من اول فکر کردم زلزله شد و آوار ریخت. من با پاهم شروع کردم کندن جلوی پام، البته به اندازه‌ای که میتونستم تحرک پیدا کنم. من نماز که خوندم صدای ماشین شنیدم. بعد از نماز صدای ماشین شنیدم، گفتم پس زلزله نیست، چون توی شرایط زلزله در تهران ماشین تو خیابون نمیاد. گفتم خب اسرائیلی من زدم. اول هوشیار بودم، با خودم فکر میکردم، طراحی میکردم. یک لحظه نترسیدم. خب میمیرم دیگه، من 3 بار دارم میمیرم. یه بار قبل از انقلاب خواستم میمیرم، یه بار تو جنگ خواستم میمیرم. حالا بار 3 بار 4 که من خب عمرم کردم، چقدر عمرم کنم.